سلام دوستای گلم. امروز میخوایم صفحه 8 کتاب مایکل آرون رو با هم کار کنیم. خب دوستان میدونیم که ما نوت دو و ره و دو و سی رو یاد گرفته بودیم در درس قبلی. حالا میخوایم دو نوت بهش اضافه کنیم، نوت می و نوت لا که کدوم هست روی پیانو میخوایم نمایشش بدیم. نوت می کنار دوتایی ها سمت چپ. ما گفتیم که نوت دو رو چه شکلی پیدا میکنیم؟ دوتایی های سیاه رو پیدا میکنیم، کلیدهای دوتایی رو. سمت چپش میشه کلید دو، بعدی میشه ره، بعدی می. درسته؟ و از اون طرف نوت لا رو چه شکلی پیدا میکنیم؟ دو سی لا. نوت لا این هست، باید حفظش کنید روی پیانو. پس این نوت لا و این هم نوت می. درست شد؟ بگیم که 1 2 3 4. درسته؟ میخوام شما بشمارید این دفعه. این آفرین. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. نوت گرد. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. نوت گرد. هر کدوم دستامو میذارم شما باید بگید چه نوتیه. البته قبلش باید حفظ کرده باشید این دو تا نوت جدیدی که ما داشتیم رو. خب باریکلا، نوت لا هست این نوت. باریکلا، نوت سی هست این نوت. لا هست دوباره این نوت. می هست. باریکلا این نوت. ره هست این نوت. دو هست. حالا میخوایم با هم یه بار نوت خوانیش رو داشته باشیم. دو ره می دو ره می دو. دو سی لا سی دو. درسته؟ دو ره می دو ره می ره. دو سی لا سی دو. میایم درس پایین. اون دست رو با هم می نوازیم الان. بعد از این توضیحات میریم سر. همراه با من بشمارید. نوت سیاه 1 شماره 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. حالا دوستان میریم روی پیانو. دوستان میخوایم درس دو نوت جدید رو روی پیانو با هم بنوازیم تا ببینید به چه صورتی هست. فقط لطفاً با شمارش انجام بدید. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. میریم سراغ جست و خیز نوت ها. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. دوستان من از شما میخوام که یک بار هم با نوت هاش بزنید. یعنی به چه صورتی؟ دو ره می دو ره می ره. دو سی لا سی دو. دو ره می دو ره می ره. دو سی لا سی دو. درس پایین رو هم به همین منوال. دو ره می ره دو می لا سی سی دو. دو ره می ره دو می لا سی سی دو. این رو هم به این شکل شما هم بنوازید. کمک میکنه به این که بتونید نوت خوانیتون رو هرچه بهتر و بهتر انجام بدید. خوشحال شدم دوستان. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید تا هر ویدیویی که من میذارم سریعتر به دستتون برسه. خوشحال شدم که با من همراه بودین. خدا نگهدار.